بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خیرت است؟ جور و تیار هستین؟ بسیار خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. خب متعلمین عزیز، شروع میکنیم درس شیرین تاریخ افغانستان را. اگر یادتان باشد در کجا رسیده بودیم؟ در جلسه 19 هم. فصل اول جلسه 19 هم، سلطنت امیر حبیبالله خان از سال 1901 میلادی تا سال 1919 میلادی. در این درس در مورد چگونه به قدرت رسیدن امیر حبیبالله خان بیشتر اطلاعات پیدا میکنین و همین قسم در مورد عملکردها و کارکردهای مهم حکومت امیر حبیبالله خان بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم و همین قسم درباره علل و عوامل قتل امیر حبیبالله خان که چرا به قتل رسید و چطور به قتل رسید بیشتر اطلاعات پیدا میکنین. امیر حبیبالله خان، عکسی که میبینین مربوط به خود امیر حبیبالله خان است. خب امیر حبیبالله خان پسر بزرگ امیر عبدالرحمن خان بود و نواسه امیر محمد افضل خان. اگر یادتان باشد در درس‌های گذشته خواندیم که بعد از اینکه امیر عبدالرحمن خان که اون زمان سردار بود، به سلطنت نرسیده بود، سردار عبدالرحمن خان در جنگ که در منطقه ششگاو نزدیک غزنی، بین غزنی و کابل با سپاه امیر شیرعلی خان و طرفداران امیر عبدالرحمن خان در اونجا جنگ اتفاق افتاد در منطقه ششگاو غزنی. اونجا قشون امیر شیرعلی خان که پادشاه رسمی کشور بود پیروز شد و قشون سردار عبدالرحمن خان شکست خورد. بعد از اینکه عبدالرحمن خان شکست خورد از اونجا فرار کرد و به طرف بخارا رفت و در شهر بخارا پناهنده شد. زمانی که امیر در بخارا بود با اهل و بیتش، اونجا حبیبالله خان در سال 1872 میلادی در شهر سمرقند به دنیا آمد و در سن 29 سالگی رسیده بود که پدرش امیر عبدالرحمن خان فوت کرد و بعد از فوت پدر امیر حبیبالله خان در سن 29 سالگی در سال 1901 میلادی رسما به سلطنت افغانستان تکیه زد. خود امیر حبیبالله خان شخصیتش یک شخصیت متین و آرام و بسیار هوشیار بود. در عین حال خود امیر آدم متجدد و ترقی طلب بود، طرفدار علم و دانش و فرهنگ بود. با اون هم شخص امیر به عیش و عشرت بسیار تمایل داشت، به دربار مجلل بسیار علاقمند داشت، دوست داشت که دارای دربار مجلل باشه. خود امیر در زمان حکومت چند ساله‌ای که در افغانستان حکومت کرد به چند چهره در بین مردم در زمان سلطنتش ظاهر شد. چهره اول ببینین، در ابتدا در یک نطقی که امیر حبیبالله برای مردم کرد، در اون نطق این گونه بیان کرد که جامعه افغانستان یک جامعه اسلامی است، ما یک کشور مسلمان و یک جزء امت عظیم اسلام هستیم و در اون نطق معروفش خواست که تمام ارزش‌های اسلامی به صورت جدی رعایت شود و در همون نطق معروفش بود که رسما اعلان کرد که در منطقه خرابات کابل از رقصیدن رقاصه ها جدا جلوگیری شود و دیگر رقاصه ها در کوچه خرابات کابل اجازه رقصیدن را نداره، چون این با دین مقدس اسلام در مغایرت قرار داره. در قوانین جزای مجرمین تغییرات را ایجاد کرد در همین نطق خود و این گونه اعلان کرد که قتل کردن اعضای مجرمین که تا اون زمان رایج بود دیگه ممنوع است. دیگه کسی حق نداره که اعضای بدن مجرمین را قتل بکنه. در عوض به جای این که اعضای بدن مجرمین قتل شود، حبس‌های دراز مدت را اعلان کرد که اونا را میتونه در عوضش حبس بکنن و همین قسم در همین نطق معروفش اعلان کرد که کسی دیگه اجازه نداره که مجرمین را
به هر عنوان باشه از دیدن محروم بسازه. یعنی کس اجازه نداره که چشم هیچ مجرم را کور بسازه. خرید و فروش غلام و کنیز ده که هنوز در افغانستان تا اون زمان رایج بود، امیر حبیب الله خان کاملا ممنوع اعلان کرد. خرید و فروش غلام و کنیز را ممنوع اعلان کرد امیر حبیب الله خان، ولی در قسمت آزادی کنیزها و در قسمت آزادی غلامها هیچ اقدام و کار عملی انجام نداد. و در همین نطق معروفش اعلان کرد طبق شرع دین مقدس اسلام هر مرد میتواند 4 زن بگیرد. اقدامات دیگر امیر حبیب الله خان. اقدامات امیر حبیب الله خان در بخش تعلیم و تربیه. امیر گفتیم یک شخصیت فرهنگ دوست داشت. خودش آدم تجدد طلب و ترقیخواه بود. همیشه تأکید داشت بر این که هیچ کشور ترقی نخواهد کرد مگر این که اول تعلیم و تربیت اون کشور مورد پیشرفت قرار بگیره و کشور پیشرفت خواهد کرد که در اون کشور تعلیم و تربیت مورد حمایت جدی باشه و پیشرفت بکنه. خب اقدامات مهم در این قسمت که امیر انجام داد، مهمترین اقدامش شاید در بخش تعلیم و تربیت این بود که تهداب معارف جدید را بنیاد گذاشت و فرهنگ جدید را در افغانستان معرفی کرد. در سال 1903 میلادی اولین مکتب را در شهر کابل افغانستان به نام لیسه حبیبیه تأسیس نمود. لیسه حبیبیه که همین لیسه حبیبیه امروز باشه. حبیبیه هم به خاطر اسم امیر حبیب الله خان است که به عنوان اولین مکتب و اولین لیسه در شهر کابل پایتخت افغانستان در سال 1903 میلادی در زمان حکومت امیر حبیب الله خان به دستور امیر حبیب الله خان این مکتب تأسیس شد. و در لیسه حبیبیه در اون زمان که تأسیس شد مضامین دینی، خب مضامین دینی در مدرسه‌های سنتی قدیم و اونها هم و در مدارس دینی هم تدریس میشد. اما اینجا مضامین دینی تاریخ، جغرافیا، ریاضی، کیمیا، فیزیک، هندسه، مثلثات، حکمت و حفظ الصحه هم تدریس میشد در لیسه حبیبیه. خب همین قسم غیر از مکتب لیسه حبیبیه که در کابل تدریس شد، چندین مکتب ابتدایی دیگه هم در شهر کابل در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان تأسیس گردید. خب اقدامات امیر حبیب الله خان در بخش نظامی ببینیم امیر حبیب الله خان چی اقدامات انجام داد. مکتب عربیه را امیر حبیب الله خان ایجاد کرد. اولین بار مکتب عربیه در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان در افغانستان ایجاد شد و مضامین علمی و ارکان حرب در این مکتب تدریس میشد. خب پروسه های تدریس چطور اینجا پیشرفت میکرد؟ چون اولین مکاتب بود که در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان تشکیل شده بود. قبل از او که مکتب نبود که اونجا متعلمین درس بخونه و به مقامات علمی دست پیدا بکنه. پروسه های پیشبردی پروسه های تدریس در مکاتب که در کابل تأسیس شد توسط معلمین افغانی و تعدادی هم معلم ترکی و تعدادی هم از معلمین هندی صورت می گرفت. یعنی معلمینشان یک عدهش افغانی بود، یک عده ترکی بود و یک عده هم هندی بودن که در این مکاتب تدریس میکردن. عکسی که میبینین مربوط زمان سلطنت امیر حبیب الله است، یعنی یک اوایل قرن 20 تیم فوتبال مکتب حربی است که عکس گرفته. اقدامات امیر حبیب الله خان در بخش مطبوعات. در این بخش ببینین امیر حبیب الله خان چی اقدامات انجام داده. یک مطبوعه را در کابل در زمان سلطنت خود امیر حبیب الله خان تأسیس کرد. فعالیت این مطبوعه که توسط ماشین ها صورت می گرفت، ماشین هایش معمولا توسط بخار فعالیت میکرد و به کار انداخته میشد.
در این مطبوعه لوایح دولتی چاپ میشد و جراید هم در این مطبوعه به چاپ می رسید. در این قسمت، یعنی در قسمت مطبوعات، از اقدامات دیگری که امیر حبیب الله خان انجام داد، از اقدامات مهم دیگرش تأسیس و نشر 2 جریده بود. یکی جریده سراج الاخبار و دیگری جریده سراج الاطفال که در همین مطبوعه چاپ میشد و در زمان سلطنت امیر این نشریه به اسم جریده سراج الاخبار و سراج الاطفال منتشر میگردید. مدیر مسئول این نشریه کسی بود به اسم محمود طرزی. محمود طرزی خب نظارت مستقیم بر تمام امور این نشریه داشت، خصوصا در قسمت چاپ و نشر مطالبش ایشان نظارت میکرد. خود محمود طرزی، وجود شخصیت محمود طرزی مدیر مسئول این نشریه و همین قسم چاپی جراید و وجود این جراید در بیداری و استقلال طلبی مردم نقش بسیار بسزا داشت. به همین خاطر محمود طرزی لقب پیدا کرد یا ملقب شد به پدر مطبوعات افغانستان، چون اولین مدیر مسئول نشریه هایی بود که در کابل تبع میگردید و خودش هم یک شخصیت کاملا فرهنگی داشت. عکس ببینین، این هم نمونه از جریده سراج الاخبار است که در اون زمان منتشر میگردید در اوایل قرن 20. عکسی هم که در صفحه اول نشریه قرار گرفته عکس پادشاه اون وقت امیر حبیب الله خان است. خب اقدامات امیر حبیب الله خان در بخش راهداری ببینیم چی اقدامات انجام داد. جاده کابل تا غزنی در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان احداث شد و همین قسم جاده کابل تا جلال آباد و کابل جلال آباد و لغمان هم در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان درست شد. برای اولین بار چند اراده موتر برای افغانستان در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان خریداری گردید. موترها از کجا خریداری گردید؟ موترها از کمپانی مدلر که در بمبئی بود، از اونجا خریداری گردید و برای اولین بار چندین نفر به هندوستان فرستاده شد. چرا فرستاده شد؟ به خاطر که اینا اونجا بره و ترمیم موتر را یاد بگیره. برای آموزش ترمیم موتر چندین نفر در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان به هندوستان فرستاده شد. در بخش نساجی چه اقدامات انجام گرفت؟ یک فابریکه پشمینه بافی که با قوه بخار کار میکرد در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان تأسیس گردید. خب این فابریکه پشمینه بافی تمام یونیفرم نظامی لباسای حدود 50,000 عسکر افغانستان را سالانه تولید و تأمین میکرد. نه تنها ای را تأمین میکرد بلکه تولیدش خیلی زیادتر از اینا بود و اضافی تولیدات خود مقدار باقی مانده شه خب اینا را در بازار به فروش میرساند. در امور برق و زراعت اقدامات امیر حبیب الله خان چی بود؟ ببینین. ساخت یک کارخانه کوچک تولید برق آبی در جبل سراج برای اولین بار در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان صورت گرفت. کارخانه تولید برق جبل سراج بسیار کوچک و معمولی بود. در ابتدا فقط خود ارگ شاهی را این کارخانه میتونست تنویر بکنه. فقط ارگ شاهی توسط برقی که از این کارخانه تولید میشد تنویر میشد، اما بعدها به تعداد توربین های تولید برقش افزایش دادن. تعداد توربین های تولید برق اونجا افزایش پیدا کرد و این گونه شد که تمام برق کابل را تامین میکرد و شهر کابل توسط برقی که از اینجا تولید میشد تنویر میگردید و همین قسم تعداد زیاد بندرها و انهار هم در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان احداث گردید. از واقعات مهمه که در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان به وقوع پیوست، یک واقعات داخلی. در داخل
چی واقعهای مهم رخ داد. مهمترین واقعی که در کابل در زمان سلطنت امیر حبیب خان اتفاق افتاد بغاوت قبایل زدران و منگل و احمدزی بود و یکی دیگه هم قیام قندهار بود که تمامی این شورش ها و بغاوت ها با مدیریت و تدبیر خاص امیر حبیب خان کاملا خاموش گردید. اما واقع مهم خارجی، حادثه مهم خارجی که در سطح جهان به وقوع پیوست در زمان سلطنت امیر حبیب خان جنگ جهانی اول بود. جنگ جهانی اول در جهان همزمان یا در جریان سلطنت امیر حبیب خان در افغانستان اتفاق افتاد. یک هیئت آلمانی که نمایندگان دولت عثمانی و اتریش هم عضو این هیئت بود و این هیئت آلمانی را همراهی میکرد، در این زمان وارد افغانستان شد، کابل آمد و با امیر دیدار کرد و در این دیدار خود با امیر حبیب خان هیئت که آمده بود، هیئت آلمانی، لزوم دوستی دو مملکت افغانستان و آلمان را خاطر نشان کرد. هدف اصلی این هیئت چی بود؟ هدف اصلی این هیئت آلمانی که گفتیم نمایندگان دولت عثمانی و اتریش هم همراهیش میکرد، هدف اصلیش الحاق نمودن دولت افغانستان با دول محور بود. دول محور به چی میگفتن؟ دول محور به اون دولت هایی میگفتن که در جنگ جهانی اول طرفدار آلمان بود. آلمان و طرفدارانش در جنگ جهانی اول اینا به عنوان دول یعنی دولت ها به عنوان دول محور یاد می شدن. خب هدف اصلی این هیئت در افغانستان که آمده بود، هدف اصلیش گفتیم از آمدن این بود که افغانستان را ملحق بسازه به دول محور. زمانی که انگلیس ها و روس ها از این موضوع مطلع شدن بسیار نگران شدند. اونا نمیخواستن که افغانستان به دول محور بپیونده، کاملا با این موضوع مخالف بودن. خب بعد اونا چه کار کردن؟ انگلیس ها و روس ها اونا یک معاهده ای را با هم امضا کردن و طبق اون معاهده خواستار بی‌طرفی افغانستان در جنگ جهانی اول شدن. مرگ امیر حبیب خان بعدها در اواخر سلطنت خود مورد تنفر مردم قرار گرفت. مردم کم کم از امیر حبیب خان نفرت پیدا کردن. چرا نفرت پیدا کردن؟ این علتایش در درس بعدی باز میخونیم و بیشتر توضیح میدیم. خصوصا روشنفکران و مشروطه خواهان در سالهای آخر حکومت امیر از امیر بیشتر متنفر شده بودند و این تنفر مردم به خصوص تنفر روشنفکران و مشروطه خواهان که میخواست دولت را به دولت مشروطه تبدیل بکنه، اینا خود به خود زمینه سقوط دولت امیر را روز به روز بیشتر فراهم میکرد تا اینکه در اواخر سال 1918 میلادی که امیر حبیب خان برای تفریح در شهر جلال آباد رفته بود و از جلال آباد هم بعدش برای شکار ماهی به کلگوش لغمان سفر کرده بود، در اونجا در شام 20 فوریه به قتل رسید. توسط کی به قتل رسید؟ توسط شخص نامعلوم، یعنی قاتلش اصلا شناخته نشد. با چی به قتل رسید؟ با فیر تفنگچه اونجا به قتل رسید و بعد جسدش منتقل کردن در شهر جلال آباد و در شهر جلال آباد همونجا به خاک سپردن. خب عزیزان، به پایان درس امروز رسیدیم. نقشه افغانستان و اینم امیر ببینین در لغمان آمده بود که اونجا توسط شخص ناشناس با فیر تفنگچه به قتل رسید. به سوالات درس رسیدیم عزیزان، دقت کنین. سوال اول: امیر حبیب خان در کدام سال به سلطنت رسید؟ بله، امیر حبیب خان در سال 1901 میلادی بعد از مرگ پدرش امیر عبدالرحمن خان به سلطنت رسید. سوال دوم: اولین جریده در کدام سال به نشر آغاز و چی نام داشت؟
بله، اولین جریده جراید سراج الاخبار و سراج الاطفال بود که در سال 1902 میلادی منتشر گردید. اگر یادتان باشه گفتیم مدیرش کی بود؟ مدیرش کسی به نام محمود ترزی. خب سومین سوال، اولین فابریکه برق آبی در کجا و به چه ظرفیت شروع به فعالیت کرد؟ بله، اولین فابریکه برق فابریکه تولید برق جبل سراج بود که نخست ارک را تنویر میکرد، اما بعدها با افزایش تعداد توربین هایش شهر کابل را تنویر می نمود. خب رسیدیم به قسمت نمونه سوالات کانکور. دقت کنین عزیزان. خب سوال اول از نمونه سوالات کانکور مربوط فرم اول کابل است. دقت کنین. تحت نظر کدام یکی از شخصیت های زیر جراید سراج الاخبار و سراج الاطفال نشر می شد؟ گزینه ها را می بینیم. گزینه اول نصرالله خان، گزینه دوم محمود ترزی، گزینه سوم سید جمال الدین افغان و گزینه چهارم سید نور محمد شامی. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح سوال را با هم می بینیم. بله، گزینه دوم محمود ترزی جواب صحیح سوال است. سوال بعدی مربوط فرم اول بادغیس است. بعد از قتل امیر حبیبالله خان در افغانستان همزمان چند تن اعلان سلطنت نمودند؟ گزینه اول 3 تن، گزینه دوم 4 تن، گزینه سوم 2 تن، گزینه چهارم هیچ کدام. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح سوال با هم میبینیم. بله، گزینه سوم 2 تن جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی مربوط فرم اول سمنگان است. عبدالرحمن خان و محمد افضل خان در منطقه باجگاه در مقابل قوای یکی از اشخاص ذیل شکست خوردند. گزینه‌ها را می‌بینیم. گزینه اول محمد یعقوب خان، گزینه دوم محمد اعظم خان، گزینه سوم دوست محمد خان و گزینه چهارم شیرعلی خان. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح سوال را با هم می‌بینیم. بله، جواب صحیح گزینه چهارم شیرعلی. سوال بعدی مربوط فرم دوم غور است. امیر افضل خان در کجا به خاک سپرده شد؟ گزینه‌ها را با هم می‌بینیم. گزینه اول قلعه اشمت خان، گزینه دوم شهدای صالحین، گزینه سوم تپه بی بی مهرو و گزینه چهارم گزینه 1 و 2 درست است. خب جواب صحیح را با هم می‌بینیم. بله، قلعه اشمت خان جواب صحیح سوال است. خب عزیزان رسیدیم به قسمت فعالیتتان. دقت کنین. بخش اول فعالیتتان در مورد ریفرم و اصلاحات امیر حبیبالله خان زیادتر تحقیق کنید. بخش دوم در مورد مرگ امیر حبیبالله خان بیشتر تحقیق نمایید و بخش سوم درس بعدی را از روی کتاب پیشاپیش بخوانید و زیر کلمات جدید و مشکل آن خط بکشید. خب متعلمین عزیز مانده نباشین. تا جلسه بعد همتان به خدا مسپارم. به امان خدا. خدا نگهدار.